کارمندان میلیس شهر دوشنبه از یک منزل در محله زرافشان شهر دوشنبه بیش از 1 میلیون خلپوشک پیدا و مصادره کردند. سراج‌الدین شکوری سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که کارمندان میلیسیا این مقدار بزرگ مواد پیروتکنیکی را از منزل شهروند نبی فرهمان رشیدوویچ که قبلا با جرم دزدی سوق شده است پیدا کردند. خود رحمان نبیف در این گزارشش اعتراف می‌کند که 36 قوطی مواد پیروتکنیکی را از شهرک خسته‌ورز نویه باباجان غفوروف خریده با 2 ماشین از جمله با ماشین شخصیش طبقه کیا رقم قید دولتیش 5555 AR02 برای فروش به دوشنبه آورده است و در یک خانه که در محله زرافشان اجاره گرفته بود جابجا کرده است. در خسته‌ورز برای این مواد پیروتکنیکی 72000 سومونی پول دادم و مقصد داشتم که در دوشنبه با نرخ 150000 سومونی فروخته فایده به دست بیارم، گفت رحمان نبیوف. سراج‌الدین شکوری گفت از خانه رحمان نبیوف به مقدار مخصوصا کلان یعنی 1,200,240 دانه مواد پیروتکنیکی یافت و مصادره کرده شده. نسبت به او بر اساس ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند. بعد از گیر شده بر اساس این بند قانون جریمه به اندازه تا 32000 سومونی و یا از 1 تا 2 سال حکم زندان تهدید میکند. در تاجیکستان از سال 2008 واردات، خرید و فروش و استحصال و پهن نمودن مواد پیروتکنیکی منع کرده شده. در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده مخصوص 199 علاوه 1 علاوه شده است. این بند قانون همچون جزا برای واردات و نگهداری و فروش مواد پیروتکنیکی از جریمه به اندازه از 100 تا 500 نشان دهنده برای حساب‌ها و حکم زندان به مهلت از 1 تا 2 سال را پیش بینی می‌کند. اما حامیان حقوق قرار من خلپوشک را در قرارهای چون من دعوت دوستان و همکاران به جشن زادروز یا محدود کردن شماره میمانان و حتی نامگوی طعام در معرکه‌های توی و اعضای مردم از قرارهای عجیب الغریب حکومت کنونی مینامند که در بیرون از کشور مورد خنده قرار داده می شود.